باور رایج راجع به PCOS اینه که این مشکل تا زمانی که ناباروری ایجاد نکنه مشکل حادی محسوب نمیشه، نیاز به درمان خاصی هم نداره. ولی من خیلی تکراری شد، باور غلطیه. توی ویدئوی قبلی گفتیم که چجوری در واقع مقاومت به انسولین و استرس هیپوتالاموسمون رو دیوونه میکنه و باعث به وجود اومدن PCOS میشه و از اون طرف خود PCOS هم عامل به وجود اومدن مقاومت به انسولین و استرس یا هم کورتیزول تو بدنه. ولی کی این وسط مقصره؟ مهم نیست کی مقصره، مهم اینه که بدونیم چجوری ما باید این چرخه مرغ و تخم مرغی رو بشکنیم. من مریم هستم، خوش اومدید به کانال من. در به وجود اومدن در واقع PCOS 3 تا عامل اصلی وجود داره که میتونیم این 3 تا رو کلا گسترشش بدیم، بگیم لایف استایل غلطی داشتیم. یعنی لایف استایلی که تا اینجای ماجرا ما رو آورده غلط بوده که ما به این اوضاع گرفتار شدیم و برای درست کردن این لایف استایل 3 تا عامل کلیدی وجود داره: خواب خوب و تنظیم شده، تحرک و ورزش، تغذیه 3 بار میگم تغذیه خیلی مهمه و خیلی پیچیده است. خب اولین فاکتور رو ما این قسمت میخوایم توضیح بدیم که میشه خواب. همه این خانومایی که درگیر PCOS هستن در واقع خواب با کیفیتی ندارن. یعنی اینجوریه که این بندگان خدا، همینطور منم همینطور هستم، یعنی ماها شبا تا دیر وقت انرژی داریم، یعنی ممکنه تا ساعت 2-3 صبح انرژی بالایی داشته باشیم. حتی یه سری کارا رو مثلا ساعت 10 شب به خودمون میگیم پاشیم فلان کار رو انجام بدیم و شروع میکنیم اون کار رو انجام دادن و از اون طرف صبحها حتی اگه 8 ساعت خوابیده باشیم، یعنی حتی اگه تو بهترین شرایط باشه، آقا در طول روز ماها انرژی نداریم. یعنی صبح که میشه انگار خودمون رو با چسب میخوایم این رخت خواب یعنی انگار چسبیدیم این رخت خواب، میخوایم این چسب رو جدا کنیم و اینکه واقعا به زور خودمون رو سر پا نگه میداریم. خیلی شرایط بدیه، خیلی بده. یادم میاد که چه اتفاقایی میفته و واقعا در طول روز خودمون رو مجبور میکنیم به انجام دادن کارهامون. و چرا این اتفاق میفته؟ بریم بگیم. تو بدن یه فرد سالم کورتیزول یه نظم 24 ساعته‌ای داره که اینجوری شروع میشه که صبحها میرسه به بالاترین حدش که ما رو از خواب بیدار میکنه. یعنی مثلا میگم ساعت 7 و نیم اینطورا. حالا تو بدن آدمای مختلف متفاوته، مال بعضی ساعت 4 صبح، مال بعضی 8 صبح، 9 صبح، ولی این کورتیزول میاد بالا و اونه که ماها رو بیدار میکنه. بعد این انرژی میده واسه از خواب بیدار شدن و شروع کردن در واقع یه روز و به مرور همینطوری هی کم میشه. مثلا عصرها به یه حد ملایمی میرسه که دیگه مثلا ممکنه شما حوصله استارت یه کار جدید رو نداشته باشی، ولی حالا حوصله داری که با دوستات، با خانوادت بشینی صحبت کنی، بیرون بری، کافه بری، این داستانا. و یواش یواش تا شب انقدر میاد پایین که این تموم میشه و جاشو میده به ملاتونین ترشح میشه که شما خواب خوبی داشته باشی. مثلا سر ساعت 10:30 تا 12 اینطورا این ملاتونین میاد جای کورتیزول رو میگیره و یه خواب با کیفیت میده. اما توی بدن یه فرد PCOS این چرخه به هم میخوره و در واقع بهش میگن تغییر فاز محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال. جابجایی فاز محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال. و چرا این در واقع این محور اینجوری به هم میرزه؟ به 4 تا دلیل. اولین مشکلش مشکل نامبر 1 ما PCOS هست که میشه مقاومت به انسولین. این مقاومت به انسولین میاد توی بدن یه التهاب مزمن خفیف. بذار تا ازش رد نشدم بگم یعنی چی. یعنی مثل اینکه یه سوزن انقدی تا ته بره تو بدنت، این مزمن به وجود اومده ولی سطح مقطعش خیلی کمه. حالا این چیزی بود که من
فهمیدم. یه التهاب مزمن خفیف به وجود میاره تو بدن و تو بدن دائما این پیغام داره به هیپوتالاموس میره که وضعیت بحرانیه و دائما بدن رو تو حالت جنگ و گریز قرار میده. اینو تو ویدئوی قبلی کامل بازش کردم، اگه ندیدی حتما ویدئوی قبلی رو ببین. بعد وقتی این بدن تو این حالت جنگ و گریزه چه اتفاقی میفته؟ ببین مغز ما از دوران غارنشینی یه سری خسیس‌ها رو با خودش آورده. بعد این باعث چی میشه که و این خسیسایی که آورده یه سری رفتارهایی برای ما به وجود میاره که الان هم مثلا درگیرش باشیم. یکی از این در واقع ویژگی‌هایی که با خودش آورده اینه که وقتی تو حالت جنگ و گریزه شبا کورتیزول رو میبره بالا. چرا؟ چون بای دیفالتش روی اینه که شبها خطرات بیشتره و از اون طرف روز که میشه کورتیزول رو میاره پایین که تو بتونی استراحت کنی، ولی برنامه‌ریزی روزانه ما به این صورت کار نمیکنه. این مشکل اول بود. یادتون هست تو ویدئوهای قبلی گفتم آندروژن و انسولین و التهاب چجوری به وجود میان؟ حالا این ستا در کنار پدیده‌ای به نام نور آبی که از گوشی‌ها، از صفحه تلویزیون، از یه سری لامپا ساطع میشه، باعث میشن که بدن دیگه ملاتونین ترشح نکنه یا کم ترشح کنه و وقتی این ملاتونین نباشه بای دیفالت که همینجوری کورتیزول شب بالا بود، همینجوری هم ادامه پیدا میکنه. ملاتونینی نداریم که جایگزین این کورتیزول بشه. از اون طرف بدن خب یه حدی اینا رو ترشح میکنه، این کورتیزوله دیگه نداریمش که صبح ما رو از خواب بیدار کنه. در واقع این کورتیزول باید ذخیره میشد که صبح بیاد و نداریمش. به خاطر همین صبح کم میشه و انرژیمون خیلی کم و میفته. این هم دومیش. سومیش هم ضربان قلب، یعنی این قلبی که دائما داره ضربان میکنه و ما به خاطر زنده ایم. آندروژنا رو که معرف حضورتون هستن دیگه، نگم برو ویدئوی قبلی رو ببین دیگه، اونجا گفتم. آره این آندروژنا وقتی میبینن کورتیزولم بالاست پارتی میکنن با هم دیگه، جنب و جوششون بیشتر میشه، میرن سیستم سمپاتیک رو هم فعال میکنن. بعد این سیستم سمپاتیکه که فعال میشه شبا فعال میشه، باز میشه این ضربان قلب بره بالا، همینجوری واسه خودش بزنه و این ضربان قلب که بالا بمونه چه در واقع مشکلی به وجود میاره؟ ما شبا ضربان قلب میاد پایین که این خوابمون عمیق بشه. وقتی ضربان قلب بالاست خواب با کیفیت نمیشه. به خاطر همین حتی اگه خودتو مجبور کردی مثلا 12 بخوابی، ساعت 8 صبح که بیدار میشی میبینی این بدن خسته است، جون نداری واسه ادامه دادن در طول روز. پس این ضربان قلبه کیفیت خوابتو آورده پایین به خاطر اون آندروژنا و اون کورتیزوله و خواب با کیفیت نداری. میبینی من چرا هرچی میخوابم خوابم با کیفیت نیست؟ چرا من دارم هرچی تلاش میکنم نمیشه؟ علت چهارمیش هم حالا باز نمیخوام بگم ویدئوی قبلی رو هم میدیدی، ولی توی ویدئوی قبلی توضیح داده بودیم که کورتیزول برمیگرده به هیپوتالاموس و میگه که دیگه منو تولید نکن. ما توی PCOS اینو نداریم متاسفانه. یعنی توی بدن PCOS این قسمت خرابه. چرا؟ چون کورتیزول دائما بالاست و میدونید دیگه این کورتیزولی که دائم بالاست به هیپوتالاموس نمیگه. هیپوتالاموس هم که دیوونه است، ولی بدن یه توانی داره واسه ترشح کردن هیپوتالاموس. کاش که هیپوتالاموس رو ترشح میکنه برای ترشح کردن کورتیزول. و به خاطر همین چون دیگه در طول شب هم داشته اضافه کاری میکرده، صبح کامپلت خسته است، دیگه نمیتونه کورتیزول اضافه بر اون چیزی که شب ترشح کنه. صبح خسته ایم، صبح کورتیزول نداریم. یعنی 4 تا عامل الان گفتم که چرا کورتیزول نداریم صبح و شبا داریم و انقدر به هم ریخته است. خب حالا بریم ببینیم باید چی کار بکنیم. ببین این شرایط به وجود اومده خیلی شرایط بغرنجیه و اینکه شاید فکر کنید که خب دست ما نیست که بخوایم اینو تنظیم کنیم، ولی ما لجبازیم. کاکا ما لجبازیم، ما اصلا لجوم میکنیم. ما باید به زورم که شده خوابمون رو تنظیم کنیم. یعنی به زور با فشار ما باید خواب رو تنظیم بکنیم. مگه دست خودشه؟ کمترین کاری که
یعنی کمترین کاری که یه فرد عاجز شده از PCOS میتونه برای خودش انجام بده و لازم و واجبه که انجام بده، تنظیم کردن و با کیفیت کردن خوابشه. یعنی ببین باید به زور این چرخه رو ما بشکنیمش. حالا چرخه طی سالهای درازی هم به وجود اومده و سخت درست کردنش، ولی واقعا حتی اگه هیچ کاری نمی کنی این خوابه رو باید تنظیم بکنی که اوضاع نرمال شه. بعد اون دوتا عامل دیگه خیلی مهمترن ها، ولی این از همشون راحت‌تر و ساده ترشه. ببین من میفهمم که الان میگه تنظیم کردن خواب خیلی کار سختیه، نه من نمیتونم واقعا تا دیر وقت کارم اینجوریه، فیلم میخوام ببینم، سریال میخوام ببینم فلانه. ولی اینو در نظر داشته باش که الان بدن تو به سلامتی بیشتر از هر چیز دیگه نیاز داره و واقعا این لطفو باید در حقش بکنی. وگرنه میگم این فرایند PCOS هرچی بگذره اوضاع برای تو بدتر میشه. یعنی یه موقع به خودت میای میبینی موهات تا کجا عقب رفته، نازک شده، جوش زدی، موی زائد داری، همش خیلی شدیدتر میشه. یعنی حتی اگه چند تا از عوامل رو نداری، چند تا از این عارضه ها رو نداری، یواش یواش به وجود میاد و خیلی اوضاع بدتر میشه. قانع شدی؟ ببین اینطوری بهت بگم، تو باید شب دیگه ساعتی 11:30 خواب باشی. منم اگه الان میبینی دارم اینجا ویدیو میگیرم، مجبورم دارم الان از بیخوابی و سردرد میمیرم که برای تو ویدیو بگیرم. یه چند وقت خوابمو به شدت تنظیم کردم بعد الان داره اذیتم میکنه این بیداریه. چجوری باید تنظیمش کنیم؟ ببین ما PCOS ها به خاطر اینکه خیلی سخت‌تر از بقیه خوابمون میبره باید یه سری تکنیک‌ها و یه سری اصول داشته باشیم. مثلا من خودم چیکار میکنم؟ این طرفای ساعت 8:30 یه قرص منیزیم گلیسینات باید بخوری. امیدوارم درست گفته باشم. گلیسینات دیگه ها، اون منیزیمی که مال خوابه اونو باید یه دونه میخوری. بعد میای یه دمنوش هم برای خودت درست میکنی و یعنی کم کم این بدنه رو آماده میکنی. میگی ببین میخوام برم بخوابم، تو هم باید بیای بخوابی. یه دمنوش آرام بخش درست میکنی. روی من مثلا بابونه خیلی جواب میده، یعنی تا میخوابم یه ساعت بعدش کاملا خوابالود میشم. بابونه، گلگاف زبون، سنبل تیب، دیگه این هست کلی بنفشه، لوندر، استخدوس هم مثلا یکی از اینا رو میتونی دم کنی بخوری. من مثلا طرفای ساعت 10 اینا که شد بری مسواک تو بزنی، صورت تو بشوری، حالا کارهایی که قبل خواب انجام میدی، مثلا لباس خواب و اینا رو عوض کنی، نرم نرم بدن رو ببری سمت این که ببین میخوام بخوابم، چرا خوابم میاد. بعد دیگه مثلا طرفای ساعت 11 که شد، نه 10:30 که شد، گوشی رو بذار کنار، تلویزیون رو خاموش کن. توی خونه اگه مهتابی داری یا نور سفیدی هست اونا رو خاموش کن. نورای نقطه‌ای مثلا رنگ زرد باشه خیلی بهتره برای این تایم. یه کتابی، یه ژورنال، چیزی بگی دستت. مثلا من خودم ژورنال نویسی رو دوست دارم ولی هدف و برنامه فردامو نمی‌نویسم، اتفاقی که در طول روز افتاده رو می‌نویسم. چون اگه بخوای شروع کنی برنامه‌ریزی کردن این مغز دوباره فعال میشه. برنامه ریزی برای فردا رو هیچ موقع آخر شب انجام نده. اصلا کلن به ایده های جدید و کار جدید و اینکه برم به فلان حرف رو بزنم و اینا اصلا این موقع شب بهش فکر نکن. بگو میذارم فردا. یعنی به مغزت بگو که فرمان بده، آها با مغزم با مثل بچه رفتار کنی، بهش بگو فردا راجبش فکر میکنی. بعد دیگه یه کار دیگه هم میخواستم بگم. آره ژورنال نویسی میکنی یا کتابی میخونی، چیزی که این مغز رو آماده کنی. بعدش هم دیگه ساعت 11:30 اینا که شد این چشم‌بند رو ببند. چشم‌بند چرا میگن ببند؟ به خاطر اینکه تاریکی درست کنی. هر چقدر نور فضات کم و کمتر باشه خواب عمیق‌تر و با کیفیت تر میشه. اگه چشم‌بند دوست نداری حداقل اتاقتو تا میتونی تاریک کن. مثلا من خودم حالا بعداً نشون میدم، هم پرده اتاقم مشکیه هم یه چشم‌بند میبندم. واقعا موقعی که این کار رو انجام نمیدم یا جای دیگه هستم خیلی سخت‌تر خوابم میبره.
چشمند خیلی برای من جواب داده. حالا ممکنه برای یکی جواب بده، برای یکی جواب نده ها، ولی خب توصیه است. و اینکه دمای اتاقتم یه کوچولو بیار پایین‌تر، چون هوای سرد یه ذره خواب‌آلودگی میاره، یعنی اون کورتیزول رو میاره پایین، ملاتونین رو میبره بالا. و دیگه یه کار دیگه که میخواستم بگم بکنید این بود که ببینید یه سری تحقیقات انجام شده، گفتن که با مغز باید مثل یه کودک رفتار کنید. و اینکه مثلا شب چجوری میخواین یه بچه رو بخوابونید، مغز هم همون مدلی باید باهاش کار کنید. این قضیه رو من حداقل خیلی جواب داده و یه 2-3 ماهی هست دارم انجامش میدم، خیلی خوب و جوابه. یعنی حتی باورتون نمیشه براش لالایی میخونم تو مغزم، به جای اینکه مثلا حرف بزنه یا راجع به چیزی فکر کنه، اون لالایی جواب من سر یه ربع خوابیدم. و این دستاورد خیلی بزرگی، واقعا فکر کنم PCOS ها میدونن چقدر به خواب رفتن سخته. جواب میده، خیلی باحاله. و اینکه دیگه مثلا ساعت 12 خوابیده باشی، این کار باعث میشه علاوه بر اینکه این چرخه به هم بخوره، کبد سالم تری هم داشته باشید و فرصت بدید به بدن برای ریکاوری بهتر. چون شبها علاوه بر اینکه این کورتیزول و فلان و این داستانا، بدن شروع میکنه به ریکاوری کردن خودش. خیلی مهمه برای سلامتیمون، یعنی یواش یواش بقیه ارگان ها هم دعاتون میکنن. واقعا دوستانه میگم بیاید از امشب تصمیم بگیریم، یعنی عزممون رو جذب کنیم و این خوابه رو تنظیم کنیم. این خوابه رو که تنظیم کنید، یعنی اولین چیزی که مشاهده میکنی اینه که چقدر ریزش موهات کمتر میشه و چقدر جوش‌های که زدی خوب میشه و پوست شفاف در میشه و دیگه جوش کمتری میزنی. واقعا اینو من تضمین میکنم، خیلی تاثیرگذاره. یعنی تو تحقیقات اینا رو نشون دادن روی آدمای مختلف که PCOS داشتن. و قدم بعدی که برای تنظیم در واقع این لایف استایل PCOSیمون بعد انجام بدیم، تحرک و ورزشه که موضوع ویدئوی منه. سابسکرایب هم کن، گمم نکنید. اگر هم ویدئوی من خوشت اومد لایک کن، بهم انگیزه بدی. و اینکه اگه تجربه مشابهی داری یا نظری داری برام کامنت بذار، حتما میخونم، جواب میدم. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.